با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 ماه قوس سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اتهام‌های فساد گسترده و دستبرد بر درآمدهای دولت در گمرک ننگرهار، تعهد اعضای سازمان شانگهای برای همکاری با افغانستان، فرار از زندان، این بار فرار مرموز یک زندانی از زندان پل چرخی، و درگیری میان هواداران تحریک انصاف و حزب مسلم لیگ شاخه نواز در شهر لاهور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فساد داری و دستبرد به درآمدها در گمرک ننگرهار به گونه گسترده وجود دارند. شمار از کارمندان گمرک ننگرهار به شرط افشا نشدن هویتشان با طلوع نیوز میگویند که بر درآمدهای گمرکی به گونه گسترده دستبرد زده می شود و هیچ نهاد برای بازپرسی وجود ندارد. با گفته معاون اتاق تجارت ثانی ننگرهار، شمار از بازرگانان و کمیشنکاران نیز مشمول حلقه فساد در گمرک ننگرهار هستند. هرچند گمرک ننگرهار با سامانه اصلی EC کودا مجهز است، اما گفته می شود که با این هم بخش از درآمدهای این گمرک به جیب افراد و اشخاص می رود. زبی‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. اینجا محوطه گمرک ننگرهار است و دیده می شود که شماری از افراد در اینجا مشغول سر و کله زدن با هم هستند که بسیاریشان کارمندان گمرک و کمیشنکاران هستند. در محوطه گمرک شماری از کارمندان گمرک با شرط افشا نشدن هویتشان از فساد و دستبرد بر درآمدهای گمرکی میگویند. امرین دا محافظه کار خلک دي او زه ولادت په جرأت کوم مصیبه مې سره کوم لیکن نن مې لري کی سبا مې لري ټول یو ډله یو ځای سوی ده او ځان داسې مالداره کس بیخي ولا کې عقل کار نه کوي. ته اوس مثال دی وزیر 14 کاله مخکې حالت یې وګوره اوسنی حالت یې وګوره د رئیس 14 کلنی مخکینی حالت یې وګوره اوسنی حالت یې وګوره. بیا په همدې ګمرک کې داسې خلک شته چې دومره پیسې اخلي چې د ورځې حساب یې نشته. داسې یو ارګان نشته چې بیا د دې خبرې پوښتنه هغه نشته، ځکه دوی تشریح کوي. د تشریح پوښتنه ته ترې نشي کولی چې دا تا دې کې څوک تشریح. با آنکه گمرک ننگرهار با سیستم اصلی EC کودا مجهز است، اما کمیشنکاران میگویند که آنان درآمدهای گمرکی را برای دولت گردآوری میکنند. خو زموږ موجودیت سهولت د کار ده کنه چې موږ هم دولت ته عواید راټولوو هم ملي سوداګر ته سهولت د کار رامنځته کوو. در داخل اداره گمرک نیز کارمندان اندک به چشم میخورند، در حالی که ساعت نزدیک به 11 بجه روز است و ظاهراً به نظر می رسد که کارمندان این اداره یا به کار نیامدند و یا هم در بیرون مصروف کار هستند. با این همه معاون گمرک ننگرهار وجود فساد را در این گمرک رد می کند. د ننګرهار په ګمرک کې هیڅ فساد وجود نه لري، بلکې دا هر څوک چې کوي غیر مستند دغه دي، دا راپورونه دي زه کاملا تردید کوم. گفته می شود که برخی از بازرگانان نیز مشمول حلقه فساد در گمرک ننگرهار هستند که بیشترین سود را می برند. فساد شته، خو 100% دغه پړه موږ په مامور د حکومت باندې نشو اچولی. دې کې د تجار مشکل هم شته، دې کې د مامور مشکل هم شته، دې کې د ادارې مشکل هم شته. د ګمرکونو وضعیت خو نن سبا یو څه امید و چې دا مخ په ښه کېدو شي، خو اوس فعلا موږ د دې ښه کېدو کوم امید ونه لیدو کنه. چند پیش روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشته بود که سالانه تا 500 میلیون دلار از درآمدهای گمرکی افغانستان مورد دستبرد قرار میگیرد. مسئولان شورای ولایتی ننگرهار نیز فساد را در گمرک ها نگران کننده میگویند. د وحدت ملي د حکومت نه زموږ یوازینۍ ارزو او تقاضا دا ده چې دوی چې څومره کولی شي او په سب سیستم باندې کولی شي چې د فساد مخه ونیول شي، او بیا خاص کر په دغه ادارو کې چې هغه مالیاتي یا عایداتي منابع دي. با توجه به تعهدات حکومت افغانستان در نشست لندن، اکنون سوال اینجاست که آیا حکومت جدید قادر خواهد بود که با ایجاد اصلاحات لازم در گمرک های کشور زمینه افزایش عواید ملی را فراهم سازد یا خیر؟ ذبیح الله جهانمل، طلوع نیوز، ولایت ننگرهار. نشست شانگهای با تعهدهای اعضای این سازمان در پیوند با همکاری‌های گسترده در کار آوردن صلح و توسعه اقتصادی در افغانستان پایان یافت.
عبدالله رئیس جایه حکومت وحدت ملی در این نشست میگوید که امنیت افغانستان هنوز هم از سوی گروه‌های هراس افغان تهدید می شود و از میان برداشتن این چالش‌ها به همکاری‌های منطقه‌ای نیاز دارد. آقای عبدالله میگوید که یکی از انگیزه‌هایی که سبب افزایش ناامنی‌ها به تبارز گروه‌های هراس افغان شده است کشت و قاچاق گسترده مواد مخدر است. در این حال سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که پاکستان آماده است در راستای تامین صلح و امنیت در افغانستان همکاری کند. راتب نوری از کازاخستان گزارش می‌دهد. پس از ایجاد حکومت تازه، مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی تاکنون در 8 نشست منطقه‌ای و جهانی شرکت کردند. در برخی از این نشست‌ها افغانستان محور اصلی گفتگوها بوده است و در برخی از آنها هم مسائل مربوط به افغانستان به گونه‌ای دخیل بودند. رئیس اجرایی حکومت به روز دوشنبه در 13مین نشست سازمان همکاری‌های شانگهای یک بار دیگر نگرانیش را درباره وجود تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان مطرح می‌سازد و خواهان همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه جدی با این پدیده می‌شود. ناامنی ها همه ایمان را نگران می سازند. امنیت ما از سوی گروه های مسلح غیر مسئول، هراس افغانان و قاچاقبران مواد مخدر تهدید می شود. اینان نه تنها جامعه ما را بی ثبات می سازند و اقتصادمان را صدمه می زنند، بل وحشت را در جامعه پخش می کنند و جوانان ما را گمراه می سازند. عبدالله هرچند سپردن تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان و پایان مأموریت نظامی نیروهای خارجی را در افغانستان تا پایان همین ماه یک گام به جلو می‌داند، اما میگوید که هنوز هم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان یک نیاز جدی افغانستان است که برای تحقق آن باید تلاش‌های با وقت صورت گیرند. آیسف در اخیر همین ماه به مأموریتش پایان خواهد داد و نیروهای امنیتی ایمان تمامی مسئولیت‌های امنیتی را بر عهده خواهند داشت، اما هنوز هم مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و بسیج نیروهای امنیتی افغان مکمل نشده است و این یک نیاز جدی است تا وظایف بر بنیاد جدول از پیش تعیین شده به پیش بروند. در همین حال هند و پاکستان، دو رقیب سرسخت هم اما ظاهراً دو رفیق افغانستان، گسترش ناامنی ها را در افغانستان به سود کشورهای منطقه نمی‌دانند. شما زمینه را فراهم سازید تا پاکستان در تأمین صلح و ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان همکاری کند. من مطمئن هستم که سرانجام ما با هم می توانیم هراس افغانی را در منطقه ما ریشه‌کن سازیم و یک فضای اعتماد را که برای توسعه و ثبات منطقه بسیار مهم است به میان آوریم. هرچند گفته می شود که پاکستان هیچگاهی به تعهداتش در کار مبارزه با هراس افغانی پابند نبوده است، مشاور امنیت ملی پاکستان در این نشست یک بار دیگر از آمادگی کشورش در کار تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه سخن می گوید. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با تعهداتی از سوی کشورهای ناظر و کشورهای عضو در پیوند با گسترش همکاری‌ها با افغانستان پایان یافت. اما تا هنوز روشن نیست که کشورهای عضو این سازمان و نیز کشورهای ناظر تا چه اندازه‌ای به تعهداتشان در قبال افغانستان عمل خواهند کرد. راتب نوری، تلو نیوز، آستانه. یک زندانی از زندان پلچرخی فرار کرده است. مسئولان زندان پلچرخی میگویند که این زندانی با جرم قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم شده بود. مقام‌های از زندان پلچرخی میگویند که 5 تن از افسران این زندان در پیوند با این رویداد بازداشت شدند. مسئولان زندان پلچرخی می‌افزایند که این زندانی چهارشنبه هفته گذشته از بلاک 3 این زندان فرار کرد و مسئولان زندان پس از 24 ساعت از این رویداد آگاه شدند. در این باره شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. فرار از زندان و این بار از زندان پلچرخی کابل. زندانی که با تدابیر شدید امنیتی نگهبانی می شود و ساختمان این زندان به گونه ترریزی و ساخته شده است که زندانیان به سادگی نمی توانند راه بیرون رفت را پیدا کنند. مسئولان زندان پلچرخی می گویند که این زندانی ضیاءالدین نام دارد و به جرم قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم شده بود و در بلاک 3 این زندان نگهداری می شد. تاریخ بازی بر 13 موجودی ما صورت گرفته. روز پیوازی یا ملاقات محبوسین بود با می بلاک 3 که می محبوس در می بلاک رهایش یا زندگی در روشنی قانون داشته. این زندانی هفته پیش پس از دیدار خانواده ها با زندانیان فرار کرد
و مسئولان زندان یک روز پس از فرار وی از این فرار آگاه شدند. تا کنون روشن نیست که این زندانی از کدام راه و چگونه فرار کرده است، اما در پیوند با این رویداد 5 تن بازداشت شدند. بعد از 24 ساعت بخشای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما متوجه میشن که یک محبوس کم است. در لابلای قضیه فرار محبوس مذکور تعداد 5 نفر منصوبین رتبه بلند، یعنی افسرای ما، ساترمانای ما تحت تحقیق قرار دارند. فعلا در نظارتخانه قماندانی امنیتی کابل به سر میبرند. گزارش‌های وجود دارند که این زندانی موهای بلند و ریش داشت و اما هنگام فرار موهایش را کوتاه کرده بود و ریشش را نیز تراشیده بود، اما مسئولان زندان پلچرخی این گفته ها را رد می کنند. زندان‌های افغانستان بارها گواه فرار زندانیان از زندان بودند و بیشترین زندانیان از زندان قندهار در 2 دور به گونه گروهی فرار کردند. در این فرارها از زندان صدها زندانی که بیشترشان طالب بودند نیز گریختند. زندان پلچرخی یکی از زندانهای بزرگ در افغانستان است که بیش از 7000 زندانی به جرمهای گوناگون در این زندان زندانی هستند. فرار یک زندانی از این زندان کار بی پیشینه‌ای نیست. بیش از این نیز زندانی به نام تیمور چند سال پیش از زیر حلقه دار از این زندان گریخت و تا کنون از چگونگی فرار آن جزئیات در دست نیست. شکیلا ابراهیم خیل، طلو نیوز. ادامه خبرها از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان حکومت حامد کرزی را به مجازات افسران کشور متهم می‌سازد. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که حکومت تازه پشتیبان نیروهای امنیتی است، اما حکومت پیشین افسران کشور را به بهانه‌های گوناگون مجازات می‌کرد. در این حال سرپرست وزارت امور داخله نیروهای امنیتی را در کار تامین امنیت بسیار اثرگذار می‌داند و میگوید که این نیروها به هراس افغانان همواره پاسخ‌های دندان شکن دادند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. سرپرست وزارت امور داخله و رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمدند تا کارکردهای نظامی پوشانی را بستایند که همواره دست به ماشین و هر لحظه در برابر مخالفان سینه سپر می‌کنند. الحمدلله ما شما دیدیم کجا هم پروفشنال هستند، سالآمادگی دارند و عملیات رزمی خود در نقاط دوردست افغانستان در مناطقی که بسیار از نقطه نظر امنیتی چالش است، در اینا عملیات‌های خود انجام میدن. در حالی که روحیه دادن به این نظامیان بسیار موثر گفته می شود، رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که او انتظار دارد تا این حکومت از نیروهای امنیتی حمایت کند. حکومت قبلی بیشترین مسئولیت‌های سنگین به دوش شما گذاشت، اما حمایت از شما نمیکرد. تفاوتی که بین حکومت قبلی و حکومت جدید هست، ما امیدوار هستیم که از این فرزندای ما که در 12 شب 1 بجه شب در دورترین نقاط افغانستان با پذیرش خطرات بسیار جدی جانی برای عملیات‌های خاص آماده میشن، ما باید یارم من حیث فرزند، برادر و برادرزاده و فکر بکنیم که عضو وجود ما حمایت بکنیم. نیروهای ویژه پلیس از زمین و هوا هدفهایشان را آماج قرار می‌دهند. گفته می‌شود که پس از سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای بومی، این نیروها در نبردها و عملیات‌ها دستاوردهای درخشانی داشتند. این نیروهای ویژه پلیس کسانی هستند که در دل شب و روز بر اهدافی در ولایت لوگر و اطراف کابل حمله می‌کنند که از آنجا مخالفان قصد دارند بالای بخش‌های از ولایت لوگر و پایتخت حمله کنند و مردم به خاک و خون بکشانند. سید طارق مجیدی، طلو نیوز، ولایت لوگر. در این حال یکی از فرماندهان بلندپایه وزارت دفاع ملی حملات اخیر مخالفان مسلح را جنگ نیابتی سازمان‌های استخباراتی منطقه در افغانستان می‌داند. فرمانده فرقه 111 کابل از افزایش حملات مخالفان مسلح دولت نگران است، اما مخالفان مسلح را در مختل ساختن امنیت کشور ناتوان می‌داند. فرمانده این فرقه می‌گوید که نیروی امنیتی در 2 هفته اخیر 59 هراس افغان را با مقدار مواد انفجاری و بیشتر از 100 جنگ افزار بازداشت کردند. در این حال ریاست امنیت ملی مبارزه با هراس افغانی را پیچیده و زمانگیر می‌داند. افزایش حمله های بی‌پیشینه مخالفان مسلح در کشور رئیس جمهور غنی را خشمگین ساخته است. دا اعمال د منلو وړ ندي، دا اسلامی ندي، دا انسانی ندي.
اما یکی از فرماندهان بلندپایه وزارت دفاع ملی میگوید که مخالفان مسلح توان جنگ رویاروی را با نیروهای امنیتی کشور از دست داده اند و به پشتیبانی سازمان‌های استخباراتی منطقه به حمله ها رو آوردند. فرمانده فرقه 111 ارتش ملی در کابل میگوید که در 2 هفته اخیر در عملیات‌های مشترک با نیروهای امنیت ملی و پلیس کابل شبکه‌های مخالفان مسلح را شناسایی کردند و نابود ساختند. در این عملیات‌ها 59 مخالف مسلح بازداشت شدند. با تبانی از استخبارات منطقه جنگ‌های نیابتی را در افغانستان به خصوص در مرکز افغانستان که قلب پرتپش افغانستان کابل است متاسفانه در این اواخر انجام دادند. راهاندازی عملیات‌های تصفیه و تلاشی در مناطق مشکوک و آسیب پذیر مختلف شهر کابل و ولسوالی‌های ولایت کابل بود. در جریان این برنامه طبق اطلاعات اپراتیفی تمرکز اساسی با بالای شبکه‌ها و افراد ارتباطی دشمن در نقاط مختلف کابل صورت گرفته بود. در حالی که افزایش حمله‌های حراس افغانانه در کشور به ویژه افزایش حمله‌های انتحاری در پایتخت شهروندان کشور را نگران ساخته است، ریاست عمومی امنیت ملی مبارزه با حراس افغانی را زمانگیر می‌داند. تروریسم یک پدیده بسیار بزرگ و یک تهدید بین المللی است و جنگ با این پدیده زمانگیر و نیازمندی به امکانات بسیار زیاد احساس میشه. در ماه‌های اخیر ناامنی‌ها در کشور افزایش یافته‌اند و طالبان با راه‌اندازی حمله‌های انتحاری و انفجاری و نیز حمله‌های گروهی بر بخش‌هایی از کشور مردم را بسیار نگران ساخته‌اند. هزینه جنگ امریکا در افغانستان به $1 تریلیون رسید. یافته‌های یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهند که جنگ افغانستان درازترین جنگ در تاریخ امریکا بوده است. در این حال شمار از آگاهان بدین باورند که این جنگ تاکنون میلیاردها دلار هزینه برداشته است، اما صلح و ثبات چشمگیر در افغانستان به میان نیامده است. این گزارش از در رفتن میلیون‌ها دلار در بخش بازسازی افغانستان نیز خبر می‌دهد. صالحه سادات گزارش می‌دهد. یافته‌های یک گزارش پژوهشی روزنامه فاینانشال تایمز نشان می‌دهد که جنگ افغانستان تاکنون 1000 میلیارد دلار برای ایالات متحده آمریکا هزینه برداشته است و قرار است واشنگتن صدها میلیارد دلار دیگر را نیز در نبرد افغانستان به مصرف برساند. بر بنیاد این یافته‌ها نزدیک به 80% از این پول‌ها در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما هزینه شده است، اما از میان 1000 میلیارد دلار تنها 114 میلیارد آن در بخش بازسازی افغانستان مصرف شده است. پیامد این جنگ با تأسف در گرو نبود یک مکانیزم درست در منطقه محصور شد. به این معنا که پاکستان در جنگ افغانستان نقش بسیار مخرب را بازی کرد و نگذاشت که این همه منابع گسترده ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود امنیت منطقه‌ای به مصرف برسد. در این گزارش از هدر رفتن 10 میلیارد دلار یاد شده است. تنها در بخش بازسازی افغانستان از به هدر رفتن 620 میلیون دلار سخن گفته شده است. خریداری چندین هواپیمای حمل و نقل به ارزش 500 میلیون دلار، ایجاد تأسیسات قنسولی در شمال افغانستان با هزینه 80 میلیون دلار، ساخت یک پایگاه با هزینه 34 میلیون دلار در جنوب غرب افغانستان، خریداری دستگاه‌های زباله‌سوزها به ارزش 5 میلیون دلار، خریداری 6 دستگاه نشرات تلویزیونی برای شبکه‌های داخلی افغانستان 30 میلیون دلار و خریداری 8 قایق برای پلیس مرزی افغانستان به ارزش 3 میلیون دلار که در نتیجه گفته شده است که 620 میلیون دلار در افغانستان به هدر رفتن. دغه پیسې چې د امریکا د خوا نه مصرف شوي دي دا همداسې په هوا کې تللي او هېڅ فایده هم نه ده افغانستان ولس ته رسېدلې. در این میان طالبان طرف دیگر نبرد افغانستان نیز صدها میلیون دلار در فعالیت‌های جنگیشان مصرف کردند. آمارها نشان می‌دهند که تولید مواد مخدر، دریافت پول از حلقه‌های در پاکستان و کشورهای حوزه خلیج، باجگیری از کاروان‌های نظامی، استخراج غیر قانونی معادن و عشر و زکات منابع طالبان را می‌سازند.
با این همه در این گزارش تحقیقی هشدار داده شده است که در سال 2015 میلادی 56 میلیارد دلار برای مصارف نزدیک به 10,000 سرباز آمریکایی و نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است و اگر نظارت دقیق انجام نشود بخش بزرگی این پولها نیز به هدر خواهند رفت. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. هواداران تحریک انصاف و حزب مسلم لیگ شاخه نواز امروز در شهر لاهور با هم درگیر شدند. این درگیری هنگام رخ داد که هواداران تحریک انصاف به بستن جاده ها و آتش زدن تایرهای موترها دست زدند. عمران خان رئیس تحریک انصاف میگوید که لحظه شماری برای کناره‌گیری نواز شریف از سمت نخست وزیری پاکستان از امروز آغاز می شود. در این حال سخنگوی حکومت ایالتی پنجاب تحریک انصاف را یک نهاد هراس افغان می داند. نگاه زودگذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. تلاش ها برای رهایی چندین تن از نزد یک گروگانگیر مسلح در شهر سیدنی استرالیا ادامه دارند. مقام های استرالیایی میگویند که تا کنون 5 تن توانستند از نزد این مرد مسلح فرار کنند و شمار از افرادی که گروگان گرفته شدند تا کنون روشن نیست. در همین حال نخست وزیر استرالیا این گروگانگیری را وحشتناک می‌داند و می‌افزاید که ممکن است این کار انگیزه سیاسی داشته باشد. از سوی دیگر امروز 4 مرد مسلح در شهر جنت بلژیم با وارد شدن در یک ساختمان مرد را گروگان گرفتند. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 امروز در ژنو از سر گرفته شدند پس از آن که 6 قدرت بزرگ جهان و ایران درباره یک مهلت 6 ماهه برای دستیابی به یک توافق نهایی به توافق رسیدند. این نخستین دور گفتگوها میان دو طرف است. حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ژاپن پیروز شد. نتایج نخستین انتخابات یک شنبه ژاپن نشان می‌دهد که ائتلاف نخست وزیری این کشور بیشترین کرسی ها را از آن خود کرده است. و یک دانشجو از افریقای جنوبی لقب ملکه زیبایی امسال را در جهان از آن خود کرد. رولن اشتراوست 22 ساله توانست از میان نمایندگان 120 کشور جهان در رده نخست قرار گیرد. این مراسم در لندن برگزار شد. در این رقابت زیبایی هنگری دوم و ایالات متحده آمریکا سوم شدند. با عرض سلام. ورزشگاه ولایت ننگرهار به فدراسیون فوتبال افغانستان سپرده شد. بر بنیاد حکم رئیس جمهور پیشین کشور تمامی ورزشگاه‌های ولایت‌های درجه اول و به فدراسیون فوتبال کشور سپرده شدند، اما سپردن ورزشگاه ولایت ننگرهار به خاطر ساخت و ساز به تعویق افتاده بود و امروز به فدراسیون فوتبال کشور سپرده شد. ورزشگاه 18,000 نفری ولایت ننگرهار پس از ساخت و ساز و تطبیق حکم رئیس جمهور پیشین کشور به فدراسیون فوتبال کشور سپرده شد. ما امروز برای تطبیق فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان استادیوم 18,000 نفری ولایت ننگرهار را با تمام تاسیساتش و سجلی که قبلا شده بود مکمل برای فدراسیون فوتبال ولایت ننگرهار تسلیم نموده. دغه استادیوم مخکنی کوم مرحله چې موږ ته تسلیم شوی نن تاسو وکړه رسما د ننګرهار ولایت د فوتبال فدراسیون ته تسلیم شد. در سال 1992 هجری خورشیدی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیا سپردن تمامی ورزشگاه‌های درجه اول ولایت‌های کشور را به فدراسیون فوتبال افغانستان حکم داد. مرحله 1/8 رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد. در مهمترین دیدارها بارسلونا در برابر منچستر سیتی قرار گرفت، رئال مادرید با شالکه وارد میدان خواهد شد، بایر مونیخ با شاختار دونسک، آرسنال با موناکو، چلسی با پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید با بایر لورکوزن، یوونتوس با بورسیا دورتموند و بازل با پورتو وارد میدان خواهند شد. دیدار رفتن رقابت‌ها در 17 و 18 فوریه 2015 و برگشت آن 24 و 25 فوریه 2015 برگزار خواهند شد. این بود خبرها این ساعت است. توجهتان جهان سپاس. و شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلو و شبکه جهانی طلو نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
شناسی سیکودا مجهز از اما کمیشن کاران میگویند که آنان درآمدهای گمرکی را برای دولت گردآوری میکنند. خو زموږ موجودیت سهولت د کار ده کنه چې مونږ هم دولت ته عواید راټولوو هم ملي سوداګر ته سهولت د کار رامنځته کوو. در داخل اداره گمرک نیز کارمندان اندک به چشم میخورند، در حالی که ساعت نزدیک به 11 بجه روز است و ظاهرا به نظر می رسد که کارمندان این اداره یا به کار نیامدند و یا هم در بیرون مصروف کار هستند. با این همه معاون گمرک ننگرهار وجود فساد را در این گمرک رد می کند. ننګرهار په ګمرک کې هیڅ فساد وجود نه لري، بلکې دا هر څوک چې کوي غیر مستند دغه دي، دا راپورونه دي کاملا تردید. گفته می شود که برخی از بازرگانان نیز مشمول حلقه فساد در گمرک ننگرهار هستند که بیشترین سود را می برند. فساد شته، خو 100% دغه پړه موږ په مامور د حکومت باندې نشو اچولی. دې کې د تجار مشکل هم شته، دې کې د مامور مشکل هم شته، دې کې د ادارې مشکل هم شته. د ګمرکونو وضعیت خو نن سبا یو څه امید و چې دا مخ په ښه کېدو شي، خو اوس فعلا موږ د دې ښه کېدو کوم امید ونه لیدو کنه. چند پیش روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشته بود که سالانه تا 500 میلیون دلار از درآمدهای گمرکی افغانستان مورد دستبرد قرار میگیرد. مسئولان شورای ولایتی ننگرهار نیز فساد را در گمرک ها نگران کننده میگویند. د وحدت ملي د حکومت نه زموږ یوازینۍ ارزو او تقاضا دا ده چې دوی چې څومره کولی شي او په سب سیستم باندې کولی شي چې د فساد مخه ونیول شي او بیا خاص کر په دغه ادارو کې چې هغه مالیاتي یا عایداتي منابع دي. با توجه به تعهدات حکومت افغانستان در نشست لندن، اکنون سوال اینجاست که آیا حکومت جدید قادر خواهد بود که با ایجاد اصلاحات لازم در گمرک‌های کشور زمینه افزایش عواید ملی را فراهم سازد یا خیر؟ ذبیح الله جهانمل، تولو نیوز، ولایت ننگرهار. نشست شانگهای با تعهدهای اعضای این سازمان در پیوند با همکاری‌های گسترده در کار آوردن صلح و توسعه اقتصادی در افغانستان پایان یافت. عبدالله رئیس جایه حکومت وحدت ملی در این نشست میگوید که امنیت افغانستان هنوز هم از سوی گروه‌های هراس افغان تهدید می‌شود و از میان برداشتن این چالش‌ها به همکاری‌های منطقه‌ای نیاز دارد. آقای عبدالله میگوید که یکی از انگیزه‌هایی که سبب افزایش ناامنی‌ها و تبارز گروه‌های هراس افغان شده است کشت و قاچاق گسترده مواد مخدر است. در این حال سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که پاکستان آماده در پیوند با گسترش همکاری‌ها با افغانستان پایان یافت، اما تا هنوز روشن نیست که کشورهای عضو این سازمان و نیز کشورهای ناظر تا چه اندازه‌ای به تعهداتشان در قبال افغانستان عمل خواهند کرد. راتب نوری، تولو نیوز، آستانه. یک زندانی از زندان پلچرخی فرار کرده است. مسئولان زندان پلچرخی میگویند که این زندانی با جرم قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم شده بود. مقام‌های زندان پلچرخی میگویند که 5 تن از افسران این زندان در پیوند با این رویداد بازداشت شدند. مسئولان زندان پلچرخی می‌افزایند که این زندانی چهارشنبه هفته گذشته از بلاک 3 این زندان فرار کرد و مسئولان زندان پس از 24 ساعت از این رویداد آگاه شدند. در این باره شکیلا ابراهیم خیل گزارش دارد. فرار از زندان و این بار از زندان پلچرخی کابل. زندانی که با تدابیر شدید امنیتی نگهبانی می شود و ساختمان این زندان به گونه طرحریزی و ساخته شده است که زندانیان به سادگی نمی توانند راه بیرون رفت را پیدا کنند. مسئولان زندان پلچرخی می گویند که این زندانی ضیاءالدین نام دارد و به جرم قاچاق مواد مخدر به 10 سال زندان محکوم شده بود و در بلاک 3 این زندان نگهداری می شد. تاریخ 12/13 موجودی ما صورت گرفته. روز پیوازی یا ملاقات محبوسین بود با می بلاک 3 که می محبوس در می بلاک رهایش یا زندگی در روشنی قانون داشته. این زندانی هفته پیش پس از دیدار خانواده ها با زندانیان فرار کرد و مسئولان زندان یک روز پس از فرار وی از این فرار آگاه شدند. تا کنون روشن نیست که این زندانی از کدام راه و چگونه فرار کرده است، اما در پیوند با این رویداد 5 تن بازداشت شدند. بعد از 24 ساعت بخشای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما متوجه میشن که یک محبوس کم است. در لابلای قضیه فرار محبوس مذکور تعداد 5 نفر منصوبین رتبه بلند یعنی افسرای ما، ساترمانای ما تحت تحقیق قرار دارن. فعلا در نظارتخانه قماندانی امنیتی کابل به سر میبرن.
گزارش‌های وجود دارند که این زندانی موهای بلند و ریش داشت و اما هنگام فرار موهایش را کوتاه کرده بود و ریشش را نیز تراشیده بود. اما مسئولان زندان پلچرخی این گفته ها را رد می کنند. زندان های افغانستان بارها گواه فرار زندانیان از زندان بودند و بیشترین زندانیان از زندان قندهار در 2 دور به گونه گروهی فرار کردند. در این فرارها از زندان صدها زندانی که بیشترشان طالب بودند نیز گریختند. زندان پلچرخی یکی از زندانهای بزرگ در افغانستان است که بیش از 7000 زندانی به جرمهای گوناگون در این زندان زندانی هستند. فرار یک زندانی از این زندان کار بی پیشینه‌ای نیست. بیش از این نیز زندانی به نام تیمور چند سال پیش از زیر حلقه دار از این زندان گریخت و تا کنون از چگونگی فرار آن جزئیات در دست نیست. شکیلا ابراهیم خیل، طلو نیوز. ادامه خبرها از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان حکومت حامد کرزی را به مجازات افسران کشور متهم می‌سازد. رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که حکومت تازه پشتیبان نیروهای امنیتی است، اما حکومت پیشین افسران کشور را به بهانه‌های گوناگون مجازات می‌کرد. در این حال سرپرست وزارت امور داخله نیروهای امنیتی را در کار تامین امنیت بسیار اثرگذار می‌داند و میگوید که این نیروها به هراس افغانان همواره پاسخ‌های دندان شکن دادند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. سرپرست وزارت امور داخله و رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمدند تا کارکردهای نظامی پوشانی را بستایند که همواره دست به ماشین و هر لحظه در برابر مخالفان سینه سپر می‌کنند. الحمدلله ما شما دیدیم بچه‌ها هم پروفشنال هستند، سال‌آمادگی دارند و عملیات رزمی خود در نقاط دوردست افغانستان در مناطقی که بسیار از نقطه نظر امنیتی چالش است، در اینا عملیات‌های خود انجام میدن. در حالی که روحیه دادن به این نظامیان بسیار موثر گفته می شود، رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان میگوید که او انتظار دارد تا این حکومت از نیروهای امنیتی حمایت کند. حکومت قبلی بیشترین مسئولیت‌های سنگین به دوش شما گذاشت، اما حمایت از شما نمیکرد. تفاوتی که بین حکومت قبلی و حکومت جدید هست، ما امیدوار هستیم که از این فرزندای ما که در 12 شب 1 بجه شب در دورترین نقاط افغانستان با پذیرش خطرات بسیار جدی جانی برای عملیات‌های خاص آماده میشن، ما باید یارم من حیث فرزند، برادر و برادرزاده و فکر بکنیم که عضو وجود ما حمایت بکنیم. نیروهای ویژه پلیس از زمین و هوا هدفهایشان را آماج قرار می‌دهند. گفته می‌شود که پس از سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای بومی، این نیروها در نبردها و عملیات‌ها دستاوردهای درخشانی داشتند. این نیروهای ویژه پلیس کسانی هستند که در دل شب و روز بر اهدافی در با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 24 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه دسامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اتهام‌های فساد گسترده و دستبرد بر درآمدهای دولت در گمرک ننگرهار. تعهد اعضای سازمان شانگهای برای همکاری با افغانستان. فرار از زندان، این بار فرار مرموز یک زندانی از زندان پلچرخی. و درگیری میان هواداران تحریک انصاف و حزب مسلم لیگ شاخه نواز در شهر لاهور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فساد داری و دستبرد به درآمدها در گمرک ننگرهار به گونه گسترده وجود دارند. شمار از کارمندان گمرک ننگرهار به شرط افشا نشدن هویتشان با طلوع نیوز میگویند که بر درآمدهای گمرکی به گونه گسترده دستبرد زده می شود و هیچ نهاد برای بازپرسی وجود ندارد. با گفته معاون اتاق تجارت ثانی ننگرهار، شمار از بازرگانان و کمیشنکاران نیز مشمول حلقه فساد در گمرک ننگرهار هستند. هرچند گمرک ننگرهار با سامانه اصلی EC کودا مجهز است، اما گفته می شود که با این هم بخش از درآمدهای این گمرک به جیب افراد و اشخاص می رود. زبی الله جهان مل گزارش می دهد.
اینجا محوطه گمرک ننگرهار است و دیده می شود که شماری از افراد در اینجا مشغول سر و کله زدن با هم هستند که بسیاریشان کارمندان گمرک و کمیشنکاران هستند. در محوطه گمرک شماری از کارمندان گمرک با شرط افشا نشدن هویتشان از فساد و دستبرد بر درآمدهای گمرکی میگویند. امرین دا محافظه کار خلک دي او زه ولادت په جرأت کوم مصیبه هم سره کوم لیکن نن مې لري کی سبا مې لري ټول یو ډله یو جې سوی د ځان داسې مالدار کس بيخي ولا کیس عقل کار نه کوي تو مثال دی وزیر 14 کاله مخکې حالت یو ور وسنه حالت یو دی رئیس 14 کاله نه مخکنه حالت یو ور وسنه حالت یو بیا په دې ګمرک کې داسې خلک شته چې څنګه پیسې اخلي چې د ورځې حساب نشته سی یو ورګان نشته چې دې خبره غنشته ځکه دوی تشریح کوي د تشریح پوښتنه ته نشي کوي چې دا تاسو کې څوب تشریح با آنکه گمرک ننگرهار با سیستم است در راستای تامین صلح و امنیت در افغانستان همکاری کند. راتب نوری از کازاخستان گزارش می‌دهد. پس از ایجاد حکومت تازه، مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی تاکنون در 8 نشست منطقه‌ای و جهانی شرکت کردند. در برخی از این نشست‌ها افغانستان محور اصلی گفتگوها بوده است و در برخی از آنها هم مسائل مربوط به افغانستان به گونه‌ای دخیل بودند. رئیس اجرایی حکومت به روز دوشنبه در 13مین نشست سازمان همکاری‌های شانگهای یک بار دیگر نگرانیش را درباره وجود تهدیدهای هراس‌افکنی در افغانستان مطرح می‌سازد و خواهان همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه جدی با این پدیده می‌شود. ناامنی ها همه ایمان را نگران می سازند. امنیت ما از سوی گروه های مسلح غیر مسئول، هراس‌افکنان و قاچاقبران مواد مخدر تهدید می شود. اینان نه تنها جامعه ما را بی ثبات می سازند و اقتصادمان را صدمه می زنند، بل وحشت را در جامعه پخش می کنند و جوانان ما را گمراه می سازند. عبدالله هرچند سپردن تمامی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان و پایان مأموریت نظامی نیروهای خارجی را در افغانستان تا پایان همین ماه یک گام به جلو می‌داند، اما می‌گوید که هنوز هم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان یک نیاز جدی افغانستان است که برای تحقق آن باید تلاش‌های با وقت صورت گیرند. آیسف در اخیر همین ماه به مأموریتش پایان خواهد داد و نیروهای امنیتی ایمان تمامی مسئولیت‌های امنیتی را بر عهده خواهند داشت، اما هنوز هم مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و بسیج نیروهای امنیتی افغان مکمل نشده است و این یک نیاز جدی است تا وظایف بر بنیاد جدول از پیش تعیین شده به پیش بروند. در همین حال هند و پاکستان دو رقیب سرسخت هم اما ظاهراً دو رفیق افغانستان گسترش ناامنی ها را در افغانستان به سود کشورهای منطقه نمی‌دانند. شما زمینه را فراهم سازید تا پاکستان در تأمین صلح و ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان همکاری کند. من مطمئن هستم که سرانجام ما با هم می توانیم هراس‌افکنی را در منطقه مان ریشه‌کن سازیم و یک فضای اعتماد را که برای توسعه و ثبات منطقه بسیار مهم است به میان آوریم. هرچند گفته می شود که پاکستان هیچگاهی به تعهداتش در کار مبارزه با هراس‌افکنی پابند نبوده است، مشاور امنیت ملی پاکستان در این نشست یک بار دیگر از آمادگی کشورش در کار تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه سخن می گوید. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با تعهداتی از سوی کشورهای ناظر و کشورهای عضو